و خبر اخیر این که همه ساله در جهان 24 مارس روز جهانی مبارزه بر ضد سیل تجلیل کرده می شود. در تاجیکستان برای تشخیص و تبابت این بیماری زمینه مادی و تکنیکی پوره موجود است. در تمام مناطق کشور گرفتار شوی به بیماری سیل رو به پس‌روی دارد. اگر 10 سال پیش بیمار شوی به بیماری سیل به 78.5 به 100,000 اهالی راست می اومد، حالا گرفتار شوی به این بیماری در سطح جمهوری 40.5 به 100,000 اهالی راست می آید. فوت از این بیماری 1.4 نشان داد می باشد. این نکته را ضمن صحبت دیرکتور مؤسسه دولتی مرکز جمهوری حمایت اهالی از بیماری سیل نزد وزارت تندرستی و اجتماعی اهالی جمهوری اصلیدین رجب زاده بیان داشت. با ذکر اصلیدین رجب زاده در تاجیکستان برای پیشگیری اهالی از بیماری سیل، کاهش دادن شماره بیماران و سریع وقت به تبابت فرا گرفتن آنها کارهای نظررس انجام داده شدند. با دستگیری حکومت جمهوری و به واسطه وزارت تندرستی و اجتماعی اهالی جمهوری تا امروز 3 برنامه عاید به بیماری سیل عملی گردید. این زمان از طرف حکومت مملکت برنامه نوی حمایت اهالی از بیماری سیل برای سالهای 2021-2025 به امضا رسیده است. یکی از راه‌های بهتری کاهش دادن بیماری سیل این بلند برداشتن سویه آگاهی اهالی درباره پنه‌شوی این بیماری و کوشش‌های وابسته به نابودسازی، اصول‌های پیشگیری و مبارزه با آن میباشد. در رابطه با این شنونده‌های گرامی، بیایید این لحظه اندیشه‌های متخصصی بخش اطلاعات و رابطه با جامعه ائتلاف بازداشت سیل در تاجیکستان احسان تورسونوف را با هم بشنویم. الو، سلام علیکم. سلام. مرحمت احسان، سخن به شما. نخست به تمام شنوندگان رادیوی فرهنگ نوروز خجسته را شاد باش میگویم و عرض میکنم که روزگار آسوده و روزگار آباد و بدون درد و بدون بیماری داشته باشند و تشکر. طور آگاه هستیم امروز 24 مارس روز جهانی سیل می باشد و در این زمینه من میخواستم چند نکته را بیان کنم که گرچند تمام امکانیات و شرایط را فراهم کرده است حکومت جمهوری و مرکزهای ضد سیلی ناحیه و شهر و ناحیه ها فعال هستند، ما تمام تجهیزات های ضروری را برای تشخیص و تبابت بیماری سیل داریم، اما در اینجا چند مانع‌های هست که یکی از آنها کم بودن یا که پس بودن سطح معلومات جامعه است. یعنی جامعه ما تا آن درجه که ضرور است باید و شاید درباره بیماری سیل نشانه‌های آن، درباره پهن‌شوی یا پیشگیری آن، تبابت آن معلومات درست و صحیح ندارند. بسیاری از معلومات‌های ما معلومات‌های یعنی که بر دروغ معلومات‌های اندازه سطحی هستند. بله، اوبازه از طریق اوبازه به ما رسیدن و ما به آن باور داریم. از جمله همین که یعنی میگویند با طب خلقی بیماری سیل تبابت می شود، این نادرست است. یا که میگویند که بیماری سیل اولادی است، این هم نادرست است. یعنی همین گونه ما با اوازه ها زندگی میکنیم و من خواهشم دعوتم از ساکنان کشورم این است که بیایید رو به دانش بیاریم، رو به معلومات بیاریم، معلومات درست و صحیح را یعنی که از خود کرده باشیم و در ریشه‌کن کردن این بیماری سهمی از خود را گذاریم. و همزمان من از دیگر ساختارهای مملکت دعوت میکنم که این بیماری اجتماعی است، یعنی هر بیماری اجتماعی و تمام جمعیت داخل داره، یعنی این کار فقط تنها طبیب و بیمار نیست یا که کاری تنها وزارت تندرستی و ساختارهای آن نیست. این کار دست جمعانه است، کاری تمام ساختارها هست، کاری مربوط جوانان است، مربوط کمیته زنان است، مربوط کمیته دین است، مربوط ورزش و دیگر. یعنی که اگر ما همه از یک گریبان سر برآوریم، همه در همین کار جلب شویم و معلومات درست را به مردم رسانیم، دستگیری لازمه را به شخصان بیماری سیل رسانیم تا که آنها تبابتشان را رعایت کنند، سریع وقت تبابت بگیرند، سریع وقت تشخیص بشوند، همین گونه ما میتوانیم در یک آینده نزدیک به خاتمه سیل برسیم و تاجیکستان که وطن نوروز است باید جای برای بیماری سیل نباشد. خب، تشکر میگه و شنونده گرامی، رسمی شویم در صحبت با ما بودند متخصص بخش اطلاعات و رابطه با جامعه ائتلاف بازداشت سیل در تاجیکستان احسان تورسونوف. و واقعا هم شنونده گرامی باید گفت که طوری که ما و شما میدونیم بیماری سیل در تاجیکستان یکی از مشکل‌های اساسی و سمت‌های مهمی فعالیت تمام نظام تندرستی کشور میباشد. از این رو با دستگیری وزارت تندرستی و اجتماعی اهالی جمهوری، نهادهای مربوطه در یک جایگی با شریکان رشد همش ساله در سراسر جمهوری کارهای فهماندهی و مشورت‌ها گذرانده میشوند. سامعین ارجمند، شما خبر و گزارش‌های این ساعت رو از رادیوی فرهنگ شنیدید. سلامت باشید. منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.